شما بگید. نه شما بگین. نه شما بگید. راستش من دنبال یه زندگی آرومم. دوست دارم با هم ورزش کنیم، میوه بخوریم، سبزیجات بخوریم، سبزیجات بخارپز. دیگه یه زندگی آروم و پر از عشق و محبت و اینجوری داشته باشیم دیگه. با شما کاملا موافقم. اهل دود و دم که نیستین. به هیچ عنوان. یعنی تا حالا لب نزدین؟ نه ببینید من تا حالا نه به سیگار نه به قلیون حتی یه پکم نزدم. ببخشید آخه این قضیه خیلی برای من مهمه. برای منم همینطور. خب شما بگین. راستش من توی خانواده مرفه بزرگ شدم. اصلا نمیتونم مستاجری رو تحمل کنم. طرفم باید خونه داشته باشه، خیلی بزرگ باشه، توی محله خوب. الان که یه خورده فکر میکنم میبینم که راستشو بخوای من 17 سالم بود یه پک به سیگار زدم. یه پک که چیزی نیست. در مورد مهریم باید بگم ما خانوادگی مهریمون بالاست به تعداد تاریخ تولد. من یه مدتی روزی یه پاکت سیگار میکشیدم. بعد گهگوداری سیگاری هم میزدم. حتی دوستان بهم میگفتن حشیشی. الان مهمه که سالمین. در مورد جهیزیه هم باید بگم ما رسم نداریم جهیزیه بدیم پای داماده. الان که بیشتر فکر میکنم میبینم که من تریاکی بودم. من از صبح تا شب میشستم پای بساط نزدیک به 40 لول میکشیدم. هر لولی انقدر. من عاشق مردای با تجربه. از یادم پخ بدم میاد. راستی عروسیمون باید خیلی مفصل و حسابی باشه. توی باغ بزرگ تو لواسون فیلم بردار حرفه‌ای 4 نوع غذا با ارکستر زنده. الان که خیلی بیشتر فکر میکنم میبینم که من اکس بازم، من کرک میزنم، من شیشه میزنم، من کوک میزنم، من حتی میتونم این لیوانم بکشم. اگه شما نبودی همین میزم میکشیدم. من آدم ناجوریم، قاطیم، اعصاب ندارم، توهمیم، دست به زن دارم. همین که صداقت داریم برای من کافیه. ولی بدونین خونه و ماشین و همه اموال باید به نام من باشه. گارسون ببخشید زنگ بزنید 110. من یک قاچاقچی بین المللی ام. 2 کشور پاکستان و افغانستان رو مواد مخدرشون رو بنده تامین میکنم.